بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت هفتم از آموزش سیویل تریتو خدمتتون هستیم. توی این جلسه ما میخوایم نحوه ترسیم الاینمنت و آشنایی با رسم مسیر رو صحبت بکنیم. توی ابتدا من یه فایلی که توپوگرافی منطقه هست و سورفیسش ترسیم شده و آماده شده من باز کردم توی سیویلم و اینجا مشاهده میکنید که سطحمون دارای زد هستش و سورفیسش ساخته شده. برای اینکه ما مسیرمون رو ترسیم بکنیم نیاز به دو تا نقطه داریم. فرض کنیم از نقطه A میخوایم به نقطه B بریم. فرض کنیم نقطه شروعمون نقطه A این نقطه باشه و نقطه که میخوایم بهش برسیم هم مثلا این قسمت قرار داشته باشه. برای اینکه از نقطه A به نقطه B برسیم مسیرهای مختلفی رو میتونیم ترسیم بکنیم. خب مسیر اول میتونه مثلا مسیر صاف باشه، مستقیم باشه که خب ساده ترین حالت. مسیر دوم میتونه مثلا از این قسمت عبور بکنه یا میتونه مسیر سوم مثلا از این سمت ترسیم بشه. یه توضیح من بدم. بحث ترسیم مسیر و در واقع مشخص کردن کوریدورها خب توی دانشگاه خوندیم روش پرگارزنی، ولی خب به پارامترهای خیلی زیادی بستگی داره اینکه نوع راهمون چی باشه، از کدوم شهرها بخواد عبور پیدا بکنه، نقطه اجباریامون کجا باشه. ما توی این جلسه‌مون که داریم با هم کار میکنیم فرض میکنیم که همه این موارد در نظر گرفته شده و فقط بر اساس توپوگرافی منطقه و شیب قسمت‌های مختلف مسیر و زمین محوطه‌مون میخوایم مسیر رو مشخص بکنیم. خب نکته که خیلی مهمه اینه که ما بیایم شیب منطقه‌مون رو در واقع شناسایی بکنیم و بشناسیم. توی جلسه قبل گفتیم که ما میتونیم چجوری شیب ها رو شناسایی بکنیم. میایم توی این قسمت سورفیس پراپرتی، من توی جلسه قبل توضیح دادم. تب آنالیز اسلوپ 5 تا شیبمون هستش. حالا اینجا من رنگش رو فقط اصلاح میکنم، رنگش رو که واضح تر باشه و اوکی میکنم. خب این شیب ها رو ترسیم میکنم. فقط باید اینجا من ادیت سورفیس استایل تب دیسپلی و اسلوپ رو هم روشن بکنم که نمایش میبینیم که به این شکل شیبامون رو نمایش. خب طبق صحبتهایی که داشتیم ما معمولا مسیرها رو دوست داریم که از قسمت‌های دشت و تپه مهور رد بشه و کوهستان دوری بکنیم. خب میبینیم که این مسیر خب مستقیم از قسمت کوهستانی رد شده، یا این قسمت کامل مسیر یه قسمتش داخل قسمت کوهستان. خب فرض میکنیم که این دوتا مسیر رو ما حذفش میکنیم، دیلیت میکنیم و مسیر اصلیمون مسیر قسمت پایینی هستش. این مسیر رو هم من حذف میکنم. فرض میکنیم این مسیر اصلیمون هستش که میخوایم الاینمنتش رو رسم کنیم. و متوجه شدیم که شیب زمین رو هم میتونیم با همون چیزایی که جلسه قبل گفتیم مشخص کنیم و مسیرمون از قسمت‌هایی که شیب کمتری داره عبور بدیم، یا حتی میتونیم این قسمت‌ها رو به فرض اصلاح بکنیم. برای نمونه که از این قسمتی کوهستانه عبور نکنیم. خب من برای اینکه عناصر سبک‌تر بشه عبور میکنم این شیب اسلوپ هم خاموش میکنم. خب این الان مسیرمون رو فرض میکنیم مسیرمون زده شده. حالا میخوایم این مسیر رو که الان به صورت خط هستش و نرم افزار به صورت خط میشناسه این رو الاینمنت تبدیل کنیم. خب الاینمنت چه ویژگی هایی داره؟ الاینمنت به ما کیلومتر میزنه، میتونیم مقطع ارزیمون رو بعدا بهش تعریف کنیم، کروسور توری باش بکشیم و در واقع مسیر اصلی ترسیم مسیر با الاینمنت. خب
دستور الاینمنت این قسمت. گزینه سوم create alignment from object، حالتی که ما از یک آبجکتمون، یک پارامتری که داریم میتونیم مسیر رو تعریف روی خطمون کلیک میکنیم. بعد که انتخاب کردیم اینتر رو میزنیم. بعد دیگه اینتر رو زدیم جهت مسیر رو به ما نشون میده، یعنی ابتدای مسیر رو و جهتش رو که به صورت رفتی و برگشت باشه ما نشون میده. اگه این مورد تایید باشه اینتر رو میزنیم، در غیر این صورت حرف R یا این گزینه ریورس رو میزنیم که جهت برعکس باشه. خب اینتر رو من میزنم، جهتمون درسته، یه پنجره جدید برامون باز میشه. خب تو قسمت اول من اسم مسیر رو دارم که خب اسم مسیر رو من 1 میذارم. قسمت دوم نوع الاینمنتی که اینجا میخوایم تعریف کنیم نرم افزار رو از ما میپرسه. خب ما معمولا برای مسیرهای راهسازی از سنترلاین استفاده میکنیم. گزینه‌های دیگر رو هم من خدمتتون توضیح میدم. آفست برای مواردی که ما میخوایم حاشیه مسیر یا بحث تعریض رو داریم که مسیر سنترلاینی داریم میخوایم این مسیر رو بهش بچسبونیم، در واقع خطای کناری مسیر رو بخوایم مشخص کنیم از گزینه آفست استفاده میکنیم. کرب ریترن ها معمولا توی تعادل ها و تقاطع ها استفاده میشه. اگه پروژه ما راه هم باشه حتما باید از گزینه ریل استفاده بکنیم. چرا؟ چون که دبرها، شعاع قرصا اینا همه متفاوته و نوع سنتر لاینمون به اصطلاح فرق میکنه با مسیر. و میسلینیوس هم که برای خطوط لوله پروژه خط لوله و انتقال استفاده میشه. خب توی پروژه ما سنتر لاین استفاده میشه. توی این قسمت استارتینگ استیشن کیلومتر مسیر رو، کیلومتر ابتدای مسیر رو که پیش‌فرض نرم افزار خب صفر هستش رو نمایش میده. بعضی وقتا نیاز هستش شما کیلومتر از صفر شروع نمیشه، یک شروع میشه، دو شروع میشه، یا هر عددی. اینجا میتونیم این رو دستی اصلاحش بکنیم. با گزینه سایت فعلا کاری نداریم، تو ادامه حالا جلسات بعدی بیشتر توضیح میدم در موردش. گزینه الاینمنت استایل هم استایل مسیرمون رو تعریف میکنه. فقط اینجا با کلیک کردن روی استایل میتونیم اینجا رنگ قسمت های مختلف الاینمنتمون رو عوض بکنیم. این قسمت به دلخواه هستش. مثلا من برای اینکه بهتر مشخص بشه کرو رو رنگش رو مثلا با رنگ قرمز رنگ مشخص میکنم و قسمت های لاین و مستقیم مسیر رو با قسمت های سبز رنگ مشخص میکنم و اوکی میکنم. این قسمت جمعه نمایشی. بس علائم لیبل ست هستش. لیبل ست این قسمت در واقع نوع لیبل نمایشی که روی الاینمنت رو میخواد نشون بده رو مشخص میکنه. من روی گزینه آل لیبل میذارم و همین گزینه ها رو خدمتتون توضیح میدم. روی آل لیبل میذاریم و زدن این گزینه قسمت های مختلف توی این پنجره قابل مشاهده هستش. خب قسمت میجر استیشن در واقع کیلومتر گذاری میکنه برامون به فاصله های منظم و کیلومترش هم کنارش مینویسه. معمولا بسته به ابعاد پروژه میتونه هر عدد دلخواهی گذاشته بشه. من اینجا برای نمونه 500 متر میذارم. مینر استیشن هم به همون شکل کیلومتر گذاری میکنه ولی خب در ابعاد کوچکتر و به صورت یک خط نشون میده. حالا بعد از ترسیم علامت قشنگ جزئیات رو بهتون نشون میده. 500 و 100 این رو تعریف میکنیم. جیومتری پوینت مشخصات هندسی مسیر و قسمت‌هایی که ابتدای قوس، انتهای قوس، شروع مسیر، اینا رو برامون مشخص میکنه و یه سری جزئیات رو برامون مینویسه. استیشن اگویشن در واقع برای مواردی هستش که محور مسیر متفاوته یا قسمت‌های مسیر با علامت‌های مختلف شناسایی شده، از این گزینه استفاده میکنم که خیلی کاربردی نداره. من اینجا با این گزینه دیلیتش میکنم. دیزاین اسپید سرعت تر همون رو نمایش میده که خب جمع نمایشی داره، میتونیم بذاریم باشه. پروفیل جیومتری پوینت مشخصات قوس‌ها و مشخصات هندسی پروفیل طولی رو روی پلان روی این الاینمنتمون نشون میده که معمولا خب این مرسوم نیست و باعث میشه ترسیممون الاینمنتمون شلوغ بشه. این رو هم میتونیم حذفش بکنیم. اینا امکاناتی هستی که نرم افزار داره. حالا بستگی به نوع راحتی کاربر و طراح میتونه اینا اضافه یا حذف بشه. من این قسمت رو هم حذف میکنم. سوپر الیویشن کریتیکال هم در واقع
مشخصات دور، تغییرات شیب رو روی پلان نشون میده که اینو هم معمولا ما روی پروفیل نگاه میکنیم و از روی قسمت های مختلف اون رو یه جدول مجزا داره از روی اون اینو مشاهده میکنیم که این رو هم من حذفش میکنم. فقط یه نکته این که هر کدوم از این لیبل ها رو ما باید بدونیم که چجوری بتونیم تغییراتی رو روش اعمال بکنیم یا در واقع بزرگ کنیم، کوچیک کنیم، رنگش رو عوض بکنیم یا حالا تغییراتی که نیاز هست روش انجام بدیم. هر کدوم از این پارامترهایی که ما بخوایم میتونیم روی این قسمت سربرگ استایل روش کلیک بکنیم. برای نمونه میجر استیشن من روش کلیک میکنم، بدون ادیتش رو میزنم توی این سربرگ همه مشخصاتش رو آورده. میتونم من برای نمونه اینجا ابعادش رو عوض بکنم، میبینید که بزرگتر شد. رنگش رو عوض بکنم، رنگش رو مثلا برای نمونه من آبی میذارم و حالا پارامترهای دیگر رو هم میخواد فاصله x و y افقی از جایی که نمایش میده و همه موارد نحوه نمایش استایل رو من میتونم از اینجا تغییر بدم. اوکی میکنم. برای هر کدوم از پارامترها از این قسمت میتونیم تغییرات رو اعمال بکنیم. قسمت بعدی هم اوکی میکنم. خب توی ادامه سربرگ بعدی با کلیک این گزینه بین شکستگی های مسیرمون قوس ایجاد میکنه. با مشخص کردن یک شعاع بین همه شکستگی ها یک قوس با شعاع مشخص که ما تعیین میکنیم میندازیم. این خب معمولا مرسوم نیست. ما در واقع بین زاویه های مختلف، مکان های مختلف، شعاع مختلف می‌بینیم، قوس های کلوتوئید دار بدون کلوتوئید و خب توی یک طول مسیرمون قوس هامون فرق میکنه. ولی حالا برای نمونه من این رو تیکش رو فعال میکنم و شعاع 200 رو قرار میدم و بتونیم ببینیم به چه شکل در میاد قوس هامون. ولی خب معمولا مرسوم نیست. گزینه آخرم میگه این خط پلیلاینی که من کشیدم بعد از تبدیل به الاینمنت پاک بشه یا بمونه روی فضای ترسیممون، که خب اگه بمونه دو تا خط میمونه چون یه دونه الاینمنت بعد از اوکی کردن خود نرم افزار ایجاد میکنه. خب بهتره که این گزینه فعال باشه و در واقع پاک بشه خطمون. سربرگ بعدمون سربرگ دیزاین کریتریا هستش که پارامترهای طراحی رو توی ما تعریف میکنه. خب مهمترین ویژگیمون خب سرعت طرحه که اینجا بر اساس نوع مسیری که داریم، نوع منطقمون، آیین‌نامه‌ای که استفاده میکنیم سرعت طرح رو اینجا وارد میکنه. قسمت بعدی Use Criteria Based Design در واقع پارامترهای مسیرمون رو با آیین‌نامه‌های مورد نظر چک میکنه و میگه آیا این پارامترها بر اساس آیین‌نامه و مشخصاتی که ما وارد کردیم درست به نرم افزار وارد شده یا نه. فقط جنبه چک کردن. با این گزینه خب پیش‌فرض نرم افزار سیویل آشتو هستش. سربرگ آشتو اینجا قابل مشاهده است. نوع تعداد خط مسیر 2 خطه یا 4 خطه باشه بر اساس دور ماکسیموم، دورهای مختلف اینجا همه موارد ترسیم میشه و اگه این گزینه زده بشه بعد از ترسیم تو هر قسمت پارامترهای مختلف مسیر، شعاع، دورها، شیب طولی، شیب عرضی، اینها بر اساس آیین‌نامه آشتو چک میشه و اگه از اون پارامترها از اون حداقل و حداکثرها کمتر یا بیشتر باشه به صورت یک علامت ترجمه روی مسیر یا قسمت‌های مختلف نمایش داده میشه. قسمت پایین ما میتونیم که به صورت پیش‌فرض خودمون شروطی رو بذاریم و در واقع شرطی رو به صورت دستی به نرم افزار تعریف بکنیم. برای این کار میایم ما کریت نیو رو میزنیم، یه اسمی بهش میدیم، مثلا چک ست 1 میکنم تو سربرگ دیزاین چک. برای قسمت های مختلف مسیر از اینجا انتخاب میکنیم و شروطش رو اینجا میذاریم. معمولا خب به صورت دستی کنترل میشه، ولی خب اگه پروژه‌ای خیلی نیاز باشه یا کارفرما بخواد یا برای راحتی خودتون میتونید این موارد رو بدون به نرم افزار وارد بکنید. برای نمونه یک مورد رو ما هم وارد میکنیم و حالا بقیه موارد رو توی دوره خودتون میذارید. فرض میکنیم که میخوایم حداقل شعاع رو بذاریم. میریم تو سربرگ کرو و کریت نیو رو میزنیم. من میخوام حداقل شعاعمو 200 وارد بکنم. اسمش رو حداقل شعاع میذارم. خب
توی این قسمت باید عبارت رو وارد کنم، از کیبورد خود نرم افزار باید استفاده کنم. توی این قسمت توابع شرطی و غیره وجود داره و توی این قسمت پارامترهای مسیر قرار داره. خب من توی این قسمت شرطش رو میذارم، میگم اگر سرعت تر هم دیزاین اسپید هم برابر با 100 باشه، اون موقع باید حداقل شو هم بزرگتر مساوی 200 باشه. خب اینجا تعریف کردم که اگر سرعت تر هم 100 باشه و حداقل شو هم برابر بزرگتر از یا مساوی 200 باشه. خب تو انتهای یه و باید اضافه کنم و یه یک و پرانتز رو ببندم. خب اوکی میکنم، این رو اد میکنم. خب مینیموم شعاع هم اینجا وارد شد. خب این رو اوکی میکنم. این بود نحوه، و این گزینه چک رو هم میذارم، نحوه ترسیم پارامترهای علامت. بعد از اوکی کردن میبینیم که مشخصات روی مسیر ایجاد شد. حالا میام روی مسیر این پارامترها رو با هم چک میکنم. خب اگه خاطرتون باشه من میجر استیشن ها رو رنگش رو آبی کردم. میبینید که هر 500 متر برای من کیلومتر گذاشته. 1500. این خطهای کوچیک صورتی رنگ همون خطهای مینر استیشن هستش که به صورت 100 متر 100 متر روی الاینمنت مسیرم گذاشته و رنگ مسیرم هم سبز هستش که دست دادم پیش‌فرض خودمون هم هست. اینجا یه قوسی رو مشاهده میکنیم که رنگ قرمز هستش. تنظیمات رنگ قرمز گذاشتم. یا تو ادامه توی شکستگی بعدی می‌بینید که این قوس رو اینجا گذاشتم. ابتدای قوس، وسط قوس و انتهای قوس رو هم کیلومترش رو برام نمایش داده. این همون جزء لیبل هایی هستش که توی نرم افزار تعریف کردم. توی ابتدای مسیر کیلومتر صفر و دیزاین اسپید هم رو 100 کیلومتر نمایش داده و در انتها هم کیلومتر انتهایی رو 19235.93 کیلومتراژ رو برای من ترسیم کرد. این میشه کیلومتر گذری مسیرمون. همونطور که میبینید این موارد رو با هم چک کرده و نمایش. حالا برای اینکه ببینیم ما دیزاین کریتریوممون رو چک بکنیم روی مسیر الاینمنت هم در واقع کلیک میکنم. دیزاین کریتریا ادیتور این قسمت رو کلیک میکنم و این قسمت میتونیم موارد رو داشته باشیم و با هم ببینیم و مشاهده بکنیم. ببینیم مینیمم ریدیوس تیبل این قسمت بر اساس آشتو مواردی که بوده اینجا در این قسمت قابل مشاهده است که حداقل چقدر جدولایی که پیش‌فرض خود نرم افزار و خود آشتو هستش طبق آیین‌نامه آشتو اینجا قابل مشاهده هستش. این جلسه پایان میرسه. تو این قسمت ما یاد گرفتیم که چجوری الاینمنت بزنیم. تو جلسات بعدی جزئیات بیشتر ترسیم الاینمنت و نحوه تغییر اون رو با هم صحبت خواهیم.